شد؟ یه دقیقه واسه ببینم چی میگه. آره عزیزم تموم شد. عکس فاینال نمیگیری بذاری تو پیجت؟ بعد چند دقیقه کن چقدر اینجا مشتری نشسته. خب بابت این دستامو که این تو میذارم مگه یه دقیقه طول نمیکشه؟ چرا یه دقیقه؟ خب یک دقیقه همین اصلا میتونی استوریاتو بذاری دیگه. بیا بهت بگم چجوری بعد بذاری. میای یه دونه عکس میگیره این کالیته، میگی با این ترکیب رنگی به نظرت مشتریم قراره چه رنگی رو انتخاب بکنه. استوری دومم دقیقاً همین شکلی میذاری و مینویسی به نظرتون حالا اسم اون مشتری چه رنگی میزنه و حالا بعد از اتمام کارش رو میذاریم و مینویسین چطور شد. تنها لاین زیبایی که نه مشکل داشته باشه با پست و استوری گذاشتن لاین ناخونه. چرا؟ چون یه دقیقه‌ای که اینجا هستش که زمان داره تو این اشعه یووی بخواد ناخونش رو بذاره، شما سریع استوریاتو میگیری و میذاری دیگه. اینجوری همیشه فعاله و لاین ناخون لاینه که فقط باید تو نمونه کار بذاری تا مشتری ببینه و بیاد پیشت. با پیج من بهت قول میدم دیگه مشکلی با سناریوی پست و استوری گذاشتن نداری.